مخلصیم. دلار رسیده مرز 120,000 تومان و بعضی از یوتیوبرها همچنان در موشک و هسته‌ای و بمب اتم و دیگه هر کدوم کارشناس نظامی ان. اما چرا به اقتصاد یه خورده رو نمی‌کنن؟ این براتون سوال پیش نیومده که مثلا آقا چرا سوادشو ندارن، یا اینکه به قول معروف اقتصادمون دستاوردی نداره، یا گزینه سومه. ببینید الان جنگ فقط جنگ نظامی نیست. یه موضوع اصلی که درباره جنگ هستش جنگ روایت‌های، جنگ سلیقه‌های. یه دیگه زورشون مالی میشه و بقیه میان یه جوری یه سری از برداشت‌های خودشونو به جامعه القا میکنن، زور میکنن. یه عده هم هستن که آقا مملکت و وضعیتشو خیلی خوب میبینن، یه جوری صحبت میکنن انگار ما تو ایران نیستیم. آقا خوبه فلان بیساره اینا، چه عوارضی داره حالا این نوع موضوع، این نوع القا کردن که آقا همیشه گل بلبله. طرف بعد یه مدت واقعا عقل یه خود سر جامعیات جیباشو نگاه میکنه، خانواده رو نگاه میکنه، وضعش خوب نشده که بدتر شده با این تورم و کلا از همه چی مایوس میشه. یه مدل دیگه هم داریم آقا همه چیزو بد نشون میده، همه چیزو ناامیدی نشون میده، یه آهنگ زیرنگ غمگین هم چاشنیش میکنه و طبق روانشناسی جدید این جور محتوا جذب کاربر بیشتری داره. یعنی طرف بیشتر ناخودآگاهش نداشته‌هاش بیشتر به ذهنش میاد تا داشته‌هاشو. برای همین کلا یه عده از اون پرتن، یه عده از این. اگه تا اینجا اومدین یه لایک و سابسکرایب بکنید، بریم ادامه بحث. و فراموش نکنید که ما ویدیومون 2-3 دقیقه تو این پیج و زیاد نمیخوام موقع مخاطبو در بیاریم. در صورتی که جامعه نه اونه 100% نه اینه، ما نگاه صفر نداریم به بحث مملکتمون، یا اینکه موشکی ما خوبه، نظامی ما خوبه، آقا دمشون گرم کارشون درست، نباید به خاطر اونا رو زیر سوال ببریم که چون آقا شما موشک می‌سازین که چون اقتصاد ضعیفه، چرا یه ارگانی جورش رو یه ارگان دیگه ای بکشه. اینو بعضی دو تا رو با هم تفکیک کنید، دو قطبی نسازیم. این از این. خوشبختانه کشور ما با ایدئولوژی تشیع برای تصمیم‌گیری‌های خودش چه در اقتصاد چه در هر حوزه دیگه‌ای وابسته به سفارت انگلیسی، آمریکایی، کانادا و چین و روسیه نیستش. یعنی آخر سر انتخاب و تصویبش با خودشه. حالا چه درست چه غلط اینجا رو میخوام بگم، یعنی نیست که مثلا الان بخوام طرفداری کنم از کمکاری و سوء مدیریت، این و اینکه در عرصه جهانی و بین المللی مهمترین وجه قدرت هستش. یعنی اگه شما قدرت نشه شما عالم ساده میکنن بینمون، مثل اوکراین که تصمیم گیریش رو تو کشور عربستان گرفتن، روسیه و آمریکا، و خود اوکراین هیچ دخالتی نداشت. اینجوریه. این که بیاین مثلا بعضی از صحبت‌های بعضی از آدمایی که وارونه نشون میدن حقیقتو، یا انتزاعی و فانتزی و اینا بیشتر فقط به حواس پرتی و غفلت خودمون افزوده میکنه، هیچ خروجی دیگه این نداره. بنابراین کسی به شما گفت که قدرت و توسعه و پیشرفت از راه بدون استقلال و بدون قدرت هستش، شما به شک کنین، حرفش رو گوش نکنین، بنازین بیرون از این گوش از این گوش دروازه. ما برای درست کردن اقتصادمون دو راه داریم که یه راهشو وارد شدیم در دهه پیش در زمان برجام با مذاکره و دیدیم که هیچ خروجی برای ما نداشت، که بدتر بیشتر تحریم‌ها رو ما افزایش شد. یه راه داره، اونم قانون و عدالت و برخورد با مفسدانه، جلوگیری از رانت و رشوه و اولیگارشی و این چیزاست که تا قسمت بعد دوره‌اش صحبت می‌کنم. اگه تا اونجا اومدی یه لایک و سابسکرایب ما رو مهمون کن، اون کامنت هم بذار اگه با نظرات من، اگر چیزی از قلم نقطه حتما تو کامنت بنویس. ممنون میشم که لایک و سابسکرایب کنی. ما هر هفته ویدیو میذاریم براتون. دمتون گرم. یا علی.